کارمندان باجخانه فرودگاه شهر سورگوت در شمال روسیه از باگاژ مسافری که از تاجیکستان آمده بود 1 کیلو نوس یافتند. خدمات مطبوعات باجخانه منطقه تیومن روز 14 آگوست سال 2024 خبر داد که این شهروند تاجیکستان 1 کیلو نوس را در 2 خلطه در درون جامدانش جای کرده بی پروا از رورو سبز باجخانه گذشتنی بود، اما هنگام تفتیش باگاژ مسافران کارمندان باجخانه او را منع کردند، زیرا نوس به خود آورده این مسافر تاجیک نظر به معیار 4 مرتبه بیشتر بوده است. اجرا کننده وظیفه سردار باجخانه سورگوت یوری ابراموویچ گفت شهروندان از 18 بالا به خاطر استفاده خود می توانند حد اکثر تا 250 گرم محصولات تنباکو را وارد قلمرو اقتصاد اوراسیا کنند. او افزود که به خاطر پیشگیری از چنین پیامدهای ناگوار شهروندان باید قاعده‌های ورود کردن مال و محصولات را که در سامانه‌های خدمات گمرک روسیه و همچنین در استندهای اطلاعاتی در فرودگاه‌ها درج شدند مطالعه کنند. در 7 ماه اول سال 2024 کارمندان باجخانه منطقه تیومن در فرودگاه‌های بین‌المللی این ولایت در شهرهای سورگوت، نیژنی-ورتوفسک و تیومن الکی 84 کیلو دریافت و مصادره کردند. نسبت به قانونشکن‌ها 113 پرونده مأموری ترتیب دادند. از این 113 نازکش در عموم 52,000 روبل جریمه ستانیده شده است.